همدیاران عزیز در باغ من یک نمود انگور است، نمیدونم این من اوکراینی آوردگی نامش نمیدونم. این خوشه در روزیش کلونیش ببینه اکی رجا یک وجب نه یک دو سه وجب اکی رجا رايش بو کلانتر اینش بو کلانتر سرشان کلان بید این اکون پس روبو نخورد ما خوریم ببینیم در چی میشه. اینه یا برکز دانه کنم گشتم بو اینجاشو بو بسته اینجاشو بو بسته گل کرسوده. این همون فکر من ده پریابراژینی باشه اکا خواهیم ببینیم کنه چی انگور باشد. ما این خوشه رو هنگام پختن روبو نخورد اگر این پدنده دام خورسوده سولی من نشون دادم که میبینیم چی میشه و این هم خیلی انگورو خیلی باقا من نشون تیم با همین چختکی این انگوری مانیکور فینگر این بینهایت انگوری خوب است لیکن افتاب میسوزاند دانستمونید در افتاب که رسید افتاب میسوزاند من این خوشه را افتاب نرسیده است نسوزانده است بینید اینه که افتاب رسیده سوزانده است انا مانیکور فینگرش همین است. انا این پیوندهای من همین سالا لامبورجینی همینا من میفروشم. من ببینید 2 متر در بلندی پیوند کردم من در بلندی پیوند کردم مالکه دویده رفتوده است با هم بسته است. هی بستگیش رو ما میکنیم و مو بستگی در کور نیست اینو رو هم میکنیم پنجهش رو خواهید که اگر دا پیوندشون رو دود این پنجه رو کندن در کور پنجه رو کندن در کور که انگور شما دویده رود. من همدیار نزیز حاضر با یکان اینتریس انگوری نغز مشاهده کنم. انا انگوری نغز انا این اره 15 انا اره 15 رنگی قطره است. انا بینید قطره بورین خیلی اینو کسل زدگی هنو لیکن خیلی هر حال ما 2 روز زدیم پیش کسل رو گرفته نتونستیم لیکن کسل رو ایستگاه کردیم یعنی باز داشتیم استانوفکا کردیم کسل رو. اینو همه کسلی جل زدگی است. اینو جل زدگی است. این طرفش توزه است دیدید خیلی بی خوشی بی میونی بی وقتی و بی کوریگری من همش سببش نتیجهش همین می شود. من از من نشون تیم شما که این کسال همه کسال شدگی ببینید انا با ما توپاز زدیم و کسال کشتیم لیکن علاقه تاثیرش رو کردگی بود. برای همین نماند تو همین درجه آمدن ها همه هر سالی 6-7 مرتبه دور زدن در کورکی کسل نبیاد. این اره 15 است کشمیشی امریکایی است. من به شما بعد خدا خود روباه نخورد نتیجهش رو نشان میدم بعد از پختن.